به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. قانون توانگری، نویسنده کاترین پانده، ترجمه فرشته ابوالحسنی و مریم شیخی، که چاپ اول این کتاب در سال 1401 توسط انتشارات فانوس دانش در تهران بوده. این کتاب رو شروع می‌کنیم با فصل اول، فصل دوم و فصل سوم. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم کشفش میکنیم. لطفاً با من همراه باشید. کاترین پانده، زاده 14 فوریه 1927، کشیش امریکایی و بنیانگذار کلیسای یکپارچه در سراسر جهان و نویسنده چندین کتاب معنوی با تمرکز بر موضوع سعادت است. در ایران چند کتاب از وی از جمله کتاب‌های قانون شفا، قانون توانگری و از دولت عشق ترجمه شده است. کاترین پاندر در کتاب قانون توانگری تجربه سالها زندگی در سختی و بیپولی و مرگ همسرش را با شما در میان می‌گذارد و قوانینی بنیادین در اختیارتان قرار می‌دهد تا به واسطه آن بتوانید از پس مشکلات و دشواری‌های زندگی برآیید. این کتاب به شما می‌آموزد تفکر ثروتمندی داشته باشید و آن را به دست آورید. کتاب قانون توانگری به سادگی نشان می‌دهد که چگونه تفکر توانگر به افرادی بیشمار از همه سطوح زندگی کمک کرده است و چگونه می‌تواند شما را نیز یاری کند. همچنان که با کاترین پاندر پیش می‌روید، خود به خود قدرت اندیشه توانگر شما نیز افزایش می‌یابد. آنگاه تقریباً به آسانی ثمره‌های شکوهمند آن را می‌چینید. فصل اول، حقیقت تکان دهنده درباره توانگری. حقیقت تکان دهنده درباره توانگری این است که آیا توانگر بودن کاملاً درست است یا خیر؟ راسل اچ کامول در سخنرانی معروف هکتارها الماس خود اینگونه شرح داد: من میگویم تو باید ثروتمند باشی، تو حق نداری فقیر باشی. زندگی کردن و ثروتمند نبودن یک بدشانسی بزرگ است و بدشانسی بزرگتر این است که شما می توانستید به جای فقر هم اندازه آن ثروت را تجربه کنید. در اینکه ما باید ثروتمند شویم شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما به شرطی که از روش‌های شرافتمندانه استفاده کنیم و اینها تنها روش‌هایی هستند که ما را به سوی هدف ثروت سوق می‌دهند. لطفاً توجه کنید که واژه ثروتمند به معنی برخورداری از وفور نعمت، زندگی غنی‌تر و رضایت بخشتر است. در واقع شما به اندازه‌ای توانگر هستید که آرامش، تندرستی، شادی و بی‌نیازی را در زندگی خود تجربه می‌کنید. روش‌های شرافتمندانه‌ای وجود دارد که راحت‌تر از آب خوردن است، که می‌توانید با انجام آنها با سرعت تمام به سوی هدف هدایت شوید. این حقیقت تکان دهنده درباره توانگری است. چند دهه پیش یک مرد بازرگان پیش بینی کرد که روحانیون در آینده باید بیشتر توجه خود را به کمک به پیروان خود معطوف کنند تا مشکلات اقتصادی و شخصی زمان حال آنها را حل کنند، تا آنها کمتر به گذشته مرده یا آینده متولد نشده بپردازند. من نیز با آن بازرگان موافقم و می‌خواهم به شما کمک کنم تا مشکلات شخصی و اقتصادی کنونی خود را حل کنید. همان گونه که شما پیش می‌روید، مطمئن باشید که از گذشته مرده و آینده متولد نشده شما مراقبت خواهد شد. تو باید خواستار توانگری باشی. شاید بزرگترین ضربه روحی که بر من وارد شد روزی بود که شروع به سخنرانی درباره توانگری کردم.
و چندی نگذشت که متوجه شدم که بسیاری از افرادی که در این سخنرانی‌هایم شرکت می‌کردند هنوز اندر خم پیدا کردن راه حلی برای تعارض قدیمی بودند که آیا آنها اصلا مایل هستند توانگر باشند یا خیر. البته که آنها خواستار توانگری بودند. هر انسان دارای عقل سلیم و بدن سالم این را می‌خواهد. اما یک تردید نهان در دلشان بود که آیا باید از دیدگاه معنوی طالب چنین چیزی باشند یا نه. بیشتر افراد کسبه‌ای که در سخنرانی‌هایم شرکت می‌کردند، علی‌رغم اینکه هر روزشان را صرف شکوفایی توانگری می‌کردند، به نظر می‌رسید از اینکه جویای توانگری هستند، احساس گناهی وجودشان را فرا گرفته است. واضح بود که این پرسش هنوز در ذهن آنها بود. آیا فقر یک فضیلت معنوی است که به آنها رسیده است یا یک نقصان متداول؟ این تناقض فکری آنها به صورت ضد و نقیض در اعمال آنها جلوه‌گر شد و هر چقدر هم سخت کار می‌کردند، تلاش‌های آنها را برای کسب کامیابی خنثی می‌کرد. چندی نکشید که بر من آشکار شد که باید برخی عقاید جسورانه و حتی تکان دهنده درباره باورهای محدود مردم بیان کنم تا این موضوع قناعت بیجای بخور و نمیر را که در زندگی اشخاص رواج یافته است خنثی کنم. من چندین سخنرانی را در توضیح چگونگی رابطه فرازمینی خداوند و انسان و رابطه مستقیم او با میزان توانگری اختصاص دادم. پس از شوک اولیه این ایده ها، این مردم نیکسرش به شدت آسوده خاطر و شادمان شدند که دیگر لازم نیست برای طلب توانگری احساس گناه کنند. در آن زمان بود که آنها شروع به تجربه ثمرات ذکر شده کردند. از آن زمان تا کنون در سخنرانی‌های من در سرتاسر کشور، در مشاوره‌های خصوصی و مکاتبه با افراد بیشمار و در مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی و روزنامه‌ای متوجه شدم که آن باور همچنان به قوت خود پابرجاست. مردمان عزیزی را می‌بینم که هنوز سردرگم این مسئله اند که آیا توانگری را باید یک موهبت خدادادی بشمارند یا نه. اما وقتی به آنها اثبات می‌شود که یک موهبت الهی است، چقدر احساس راحتی می‌کنند. فقر یک گناه است. دوباره تاکید می‌کنم، توانگر بودن کاملا درست و به حق است. بدیهی است که اگر فقیر باشید نمی‌توانید احساس خوشبختی کنید. لازم نیست فقیر باشید، فقر گناه است. فقر دوزخی است که ساخته انسانی است که نعمت‌های بیکران پروردگار خویش را نمی‌بیند. فقر تجربه چرکین، آزاردهنده و خفت آوری است. در واقع فقر نوعی بیماری است که در سطوح حاد جنون تلقی می شود. فقر سبب می شود زندانها با سارقان و جنایتکاران پر شود. فقر زنان و مردان را به فساد، فحشا، اعتیاد و خودکشی سوق می دهد. این بیماری کودکان مستعد، پاک و باهوش را به سوی بزهکاری، جرم و جنایت هدایت می کند. باعث می شود مردم دست به کارهایی بزنند که اگر گریبانگیر فقر نبودند هرگز به ذهنشان خطور نمی کرد. کمونیسم یکی از خوفناکترین نهضت‌های جهان امروز است که به طور مستقیم از فقر نشأت می‌گیرد. اغلب دولت‌هایی که به کمونیسم روی آوردند از سر ناچاری و مسائل اقتصادی بوده است و این نظام را راهی برای امنیت مالی می‌پندارند. پیامدهای مصیبت‌بار فقر حد و مرزی نمی‌شناسد. این یکی از دلایلی است که من در مقام یک کشیش وظیفه خود دانستم هر کاری می‌توانم انجام دهم تا به مردم کمک کنم که یاد بگیرند و به آنها بیاموزم چگونه گناه فقر را از زندگی خود ریشه‌کن کنند. پزشکی را می‌شناسم که مدعی است اگر مشکلات مالی نباشد در مطب او خبری از بیماری نخواهد بود. زیرا نگرانی، فشار و تنش همگی سبب تحت تاثیر قرار گرفتن سلامت بیمار می‌شوند. او اظهار می‌دارد که بیمارستان‌های روانی ما
پر از افرادی هستند که سالیان سال زیر فشار مالی بودند و این تنش ذهن و جسم آنها را از کار انداخته است. برآورده شده است که 9/10 مشکلات انسانی ناشی از فقر، فشار و مهنت زاییده فقر است. بیایید به این تفکر که فقر نوعی فضیلت است پایان دهیم. این یک گناه متداول و معمول است. اگر تمام عمرتان با تنگنایی و تنگدستی سر و کله زده اید، شما زندگی نکرده اید، بلکه در تباهی به سر برده اید. این همان حقیقت تکان دهنده درباره توانگری است. اما لازم نیست به زندگی در تباهی مالی ادامه دهید، زیرا برای این مسئله هم راه حلی وجود دارد. توانگری میراث ایزدی شماست. کتاب مقدس پر از وعده‌های بی‌نیازی درباره توانگری بالقوه برای بندگان است. این حق شماست که توانگر باشید و از فراوانی نعمت برخوردار باشید. چرا که انسان فرزند خداوند است و این میراث الهی اوست. آفریدگار شما توانگری شما را می‌خواهد. این نیز یکی دیگر از حقایق تکان دهنده توانگری است. افزون بر این، شما نه به درد خودتان می‌خورید و نه دیگران، مگر اینکه توانگر باشید. فردی که تمایلی به توانگر شدن ندارد غیر عادی است، زیرا زندگی بدون توانگری زندگی نامتناسبی است. شما چگونه می‌توانید بدون آب و غذای مناسب، لباس راحت، سرپناه گرم، بدون فراغت و آسایش، استراحت و تفریح که لازمه عرصه مادی زندگی شماست، شادمانه به زندگی ادامه دهید؟ اگر عرصه ذهنی زندگی عاری از فعالیت‌های خلاق باشد، بدون کتاب و زمانی برای لذت بردن از آنها، بدون فرصت برای لذت بردن از موسیقی، هنر و دیگر علاقه‌مندی‌های فرهنگی، بدون پول و مجالی برای سفر و ارتباط فکری با افراد با علاقه‌مندی‌های مشابه، زندگی معنوی به کمال نمی‌رسد. اگر آدمی در عرصه معنوی فرصتی برای مراقبه، نماز و دعا، مطالعه معنوی، حضور در کلیساها، سخنرانی‌ها و ارتباط رضایت بخش با دیگران نداشته باشد، در این بعد از زندگی نیز به کمال نمی‌رسد. بنابراین توانگری لازمه رسیدن به کمال در هر سه عرصه مادی، ذهنی و معنوی است. هیچ عذر و بهانه‌ای برای پذیرش و یا کنار آمدن با فقر به صورت دائمی پذیرفته نیست. نخست اینکه زیاده‌روی نکنید و تنها برای کارهای نیکی که می‌توانید انجام دهید تمایل به توانگری نداشته باشید. دوم اینکه در اصل شما باید توانگر باشید، چرا که این حق شماست. توانگری میراث آسمانی و حق مسلم شما به عنوان فرزند پادشاه عالم و یا همان فرزند خداوند است. توانگری تعیین شده از سوی پروردگار. هیچ دلیلی وجود ندارد که شما توانگری را چیزی جدای از زندگی معنوی و یا مذاهب بدانید. شما مجبور نیستید در هر دو عالم زندگی کنید که 6 روز آن را درگیر کار باشید و سپس در روز هفتم به خدا فرصت دهید تا نشان دهد که چه ها که نمیتواند برای شما انجام دهد. خدا را به عنوان پدری توانگر و سرشار از محبت در نظر بگیرید که هر روز هفته از تمام امور زندگی شما آگاه است. در تمامی مسائل زندگیتان چه مالی و چه غیر مالی از فرمان الهی و راهنمایی او بهره بگیرید و پس از آن شما از بهبودی تمامی جوانب زندگیتان شگفت زده خواهید شد. یک روانکاو به تازگی به من گفت که شایع‌ترین علت شکست در مردم تعارض درونی آنها درباره نظر الهی درباره مقتدر و یا ملعون بودن موفقیت است. برای مثال وی اظهار داشت که بسیاری از افراد به وی اطمینان دادند که شکست از نظر معنوی بیشتر از موفقیت تایید شده است. زیرا ثروت به عنوان یک نشانه پرستش یا به عنوان یک خدای دروغین یا همان بت در نظر گرفته می شود. این دکتر افزون بر این اظهار داشت که او ساعتها را صرف توضیح دادن به افرادی کرده است که ساعتها توسل به کامیابی خدمت به خدای دروغین نیست و آنها نباید از خدا به عنوان بهانه‌ای برای شکست‌ها و ناکامی‌های خود سودجویی کنند. وقتی متوجه شدید که خواست خداست که شما توانگر باشید،
و خدا به عنوان خالق این جهان غنی در واقع سرچشمه توانگری شماست، پس به مال پرستی روی نمی آورید و از توانگری برای خودتان بت تنومندی نمی سازید. شما تنها از سرچشمه تمام موهبت‌ها و نعمت‌های الهی میراث بیکران خود را مطالبه کردید. دقیقاً هنگام وحی خداوند به موسی گرایش صحیح معنوی نسبت به توانگری را به بنی اسرائیل خاطر نشان کرد. اما تو خداوند خویش را به خاطر آورد، زیرا اوست که به تو قدرت دستیابی به توانگری را می‌دهد. واژه ثروت به معنای زندگی با شکوه است و این همان چیزی است که یک متفکر توانگر باید جویای آن باشد و باید به عنوان حق معنوی خود بپندارد. شاید شما نیز به خاطر داشته باشید که در کودکی چه بسیار می‌شنیدم که مرا درباره توانگری و موهبت معنوی بودن آن سردرگم کرده بود. مردم اغلب می‌گفتند من فقیر هستم، اما من یک مسیحی خوب هستم. اگرچه خود من نیز به خانواده مذهبی تعلق دارم که چندین کشیش به جامعه تحویل داده است، اما با شنیدن این جمله همیشه مو بر تنم سیخ می‌شد. واکنش فوری من این بود: چرا باید مسیحیان یا هر گروه دیگری فقیر باشند؟ پروردگار بی‌نیاز و مهربان پدر همه ماست. پس این بیانیه نشانگر این بود که همه ثروتمندان محکومند که به جهنم بروند. از سوی دیگر نمی‌توانستم درک کنم که چرا مردم ثروتمند فقط به این دلیل که در آسایش و فراوانی بودند مجبور بودند به جهنم بروند. چون این نتیجه گیری از نظر من کاملا غیر منطقی به نظر می رسید. کتاب مقدس رساله توانگری است. به محض اینکه به عنوان کشیش آغاز به کار کردم تصمیم گرفتم ابتدا خیال خودم را از این موضوع آسوده کنم. پس به مطالعه کتاب مقدس و از زیر و بم دیدگاه کتاب مقدس درباره رفاه در برابر فقر پرداختم و آن را بررسی کردم. با کمال حیرت دریافتم که کتاب مقدس بزرگترین کتاب درسی است که تاکنون به قلم درآمده است. کتاب مقدس به وضوح نشان دهنده این است که شما با قناعت به فقدان و محدودیت در زندگی خود نه خود را خوشنود کردید و نه خدا را. نخستین پس جهانی بی‌نیاز را توصیف می‌کند که برای انسان خلق شده است و با توصیف بهشتی نمادین با عبارت‌ها و واژه‌های پربار به پایان می‌رسد. بسیاری از مردان بزرگ کتاب مقدس یا اعیان زده بودند یا در طی زمان ثروتمند می‌شدند و یا هر وقت که نیازی پیش می‌آمد به ثروت دسترسی نامحدود داشتند. ابراهیم، یعقوب، یوسف، موسی، داوود، سلیمان، اشعیا، ارمیا، نحمیا، الیاس و یشع از جمله‌های آن بودند. چرا فقر ماهیت معنوی ندارد؟ شما ممکن است بپرسید چرا این همه درباره فداکاری، آزار و اذیت و اوقات سخت به عنوان بخشی از مراحل ضروری زندگی معنوی سخن به میان آمده است؟ تاریخ نشان می‌دهد که آموزش‌های الهام بخش و در عین حال کاربردی کتاب مقدس همچنان در قرن‌های نخست مشاهده می‌شد. اما چندی نگذشت که دین دنیوی شد و سبب تغییر و جدایی از آموزه‌های اصلی شد. بعدها سیستم‌های ارباب و رعیتی در طول قرون وسطی تنها برای افراد برجسته ثروت را تضمین کردند. در طی این دوره با تعلیم فقر و ریاضت به مردمان به عنوان تنها راه رستگاری فقر و محرومیت را در قالب یک فضیلت مسیحیت در بین مردم جا انداختند و میلیون‌ها انسان این گونه پنداشتند که فقر نشانه زهد و تقواست. اعتقادی که برای برحذر داشتن توده‌های مردم از انقلاب سودمند بود. برخی از آن عقاید فئودالی قدیمی درباره فقر به عنوان یک فضیلت معنوی تا امروز باقی مانده است. اما آنها اشتباه می‌کنند. این باورهای دروغین و ساخته ذهن انسان است، نه حقیقت بی‌نیازی خداوند برای شما و من. بدین ترتیب
پس از این هیچ عذر و بهانه دیگری برای توانگر بودن خودتان یا دیگران ندارید. این یک آرزوی الهی است که باید به صورت الهی تجلی یابد. شما می توانید جسورانه به این نتیجه برسید که توانگری میراث الهی شماست و آرزوی پدر برای شما. نعمت‌ها و موهبت‌های بیکران است، نه تنها وسیله‌ای برای زندگی بی‌برکت. گرایش صحیح همه چیز را درست می‌کند. حال برای ایجاد نگرش توانگر در ذهنتان و پذیرفتن حق تعالی به عنوان سرچشمه برکت بشر و خالق این هستی پربار و اینکه خواست خدا برای شما دارایی عالم است، به شما پیشنهاد می‌کنم کلامی که خدا به موسی گفت را به خودتان بگویید. پروردگار خویش را به یاد می‌آورم، زیرا تنها اوست که به من قدرت می‌دهد تا توانگری را بیابم. شاید شما هم فکر می‌کنید که آیا این نوع تفکر عملی است؟ آیا با چنین نگرشی واقعاً می‌تواند کفشی به پای کودک برود، غذایی بر سر سفره آورده شود و به پرداخت اجاره خانه کمک کند؟ البته که می‌شود. کار نشد ندارد. به تازگی با خانم جوانی صحبت می‌کردم که گویی همه عالم و آدم با او سر جنگ دارد. هنگامی که فلج شد، شوهر قمارباز الکلی و بیکارش او را با چندین کودک قد و نیم قد هم روی دستش گذاشت و رفت. اگرچه سقفی بالای سرش داشت، اما آن هم در ره بود. اگرچه با حکم دادگاه شوهرش ماهیانه مجبور به تأمین خرجی اندکی برای حمایت از فرزندان بود، اما برای رفع نیازهای آنها کفایت نمی‌کرد. با همه این قضایا هر بار که من به ملاقات این زن که ماه‌ها بستری بود و به تازگی کارش به ویلچر کشیده بود می‌رفتم، او همیشه با ذوق و شوق از درهای رزق و روزی که به تازگی برایش گشوده شده بود سخن می‌گفت. در یکی از این دیدارها میگفت که به اندازه قوطی کنسرو شده بود داده بودند که حالاها تاریخ مصرف داشت. مقداری پول برای کودکانش از برخی از بستگان دور به دست او رسیده است. اینکه مخارج درمان او توسط دوست مقیم خارج از کشورش تأمین شده است. در واقع تمام نیازهای مالی وی برآورده شده بود. حتی مقداری رنگ برایش فرستاده بودند و یکی از همسایه‌هایش در حال رنگ کردن دیوارهای بیرونی خانه‌اش بود. هنگامی که از او سوال کردم که راز توانگری او چه بوده است و چگونه توانسته است با وجود اینکه هنوز روی ویلچر است و درآمد ثابت و پس‌اندازی ندارد به موقع همه قرض‌ها و صورت حساب‌ها را پرداخت کند، او گفت که یک دعا نقطه عطف توانگری و رزق و روزی او بوده است. او دعای مزمور 46 یعنی آرام باشید و آگاه باشید که من خدا هستم را بارها و بارها زیر لب زمزمه می‌کرد و آرام به آن می‌اندیشید. یک روز که موعد پرداخت وام مسکن به مبلغ $40 رسیده بود، او حتی 1 سنت هم پول نداشت. بنابراین به آرامی شروع به اندیشیدن به این کلمات کرد: آرام باش و بدان که من خدا هستم. آرام باش و بدان که من خدا هستم. حوالی ظهر او درباره وضعیت پیش آمده احساس آرامش کرد و دوره مراقبه‌اش را به پایان رساند. حدود 1 ساعت بعد هنگامی که او با یکی از بستگان خود نهار می‌خورد، همسایه‌ای که مقداری پول در دست داشت وارد شد. او گفت: کلاس روز یکشنبه ما تمام مدت بیاد تو. مقداری پول اضافی در صندوق وجود داشت و ما تصمیم گرفتیم که این پول را با تو تقسیم کنیم. مبلغی که به او داد دقیقاً $40 بود. این زن که خدا را منشأ برکت خود می‌داند، اثبات کرده است که این منشأ حتی در سخت‌ترین شرایط بیماری وخیم، ناامیدی، مشکلات زناشویی و نداشتن ثبات مالی نیز بنده‌اش را تنها نمی‌گذارد. البته آرزوی بزرگ او این بود که از نظر مالی مستقل شود و بتواند روی پای خود بایستد و به هدایای اقوام، همسایگان و دوستان بی‌نیاز باشد. مطمئناً این آرزوی او نیز تحقق خواهد یافت، چرا که توانگرانه اندیشیدن بخشی از سبک زندگیش شده است. او اکنون پس از سالها ویلچرنشینی برای نخستین بار شروع به راه رفتن کرده و به یقین چندی بعد قادر خواهد بود که به سر کار برود. در همین حال او هر لحظه به همگان اثبات می‌کند که بی‌نیازی خداوند می‌تواند در بسیاری از راه‌های
پیش بینی نشده برای رفع نیازهای لحظه‌ای صرف نظر از شرایط سخت زندگی که ممکن است هر کسی با آن دست و پنجه نرم کند به سراغ ما بیاید. مزمور خان یا مزمور خان که خداوند را به عنوان منشأ رزق و روزی خود شناخته بود میگفت خداوند هدایتگر من است. او مرا از هر چیزی بی‌نیاز خواهد کرد. اغلب تکرار این آیه برای او بهترین دعای توانگری بود. خانم خانه‌داری برای پرداخت 2 قبض که باید تا پایان هفته پرداخت میشد به $100 نیاز داشت. در اوایل همان هفته هر وقت که ترس و دلهره امانش را می‌برید که چگونه می‌خواهد این قبض‌ها را بپردازد، او بارها و بارها در دل آرام تکرار می‌کرد خداوند هدایتگر من است. مرا محتاج به حال خودم رها نمی‌کند. صبح روز جمعه، روزی که موعد قبض سر رسیده بود، در بین نامه‌هایی که از پست دریافت کرد، یک چک به مبلغ $110 نیز بود. فرستنده چک شرکتی بود که چندین سال پیش شوهرش در آنجا کار می‌کرد. آنها نامه‌ای نوشتند مبنی بر اینکه تازه در حساب شوهرش یافته بودند که چون می‌خواستند حسابش را ببندند، این چک به این مبلغ را برای او فرستادند. آخرهای ماه بود. یک بازرگان که یک خانواده پرجمعیت داشت، کفگیرش به ته دیگ خورده بود. او ماهی 1 بار حقوق می‌گرفت و هنوز 1 هفته مانده بود تا اینکه حقوق این ماه خود را دریافت کند. خانوار ته کشیده بود. همسرش جمعه قبل از شنبه صبح به او گوشزد کرد که دیگر آه در بساط ندارند و فردا باید به خرید بروند. آنها با هم همدل شدند که به خداوند برای طلب روزی دست به دعا شوند و از او هدایت بطلبند. آنها این کار را بی‌وقفه تکرار کردند که خودکفایی ما از سوی خداوند است و بس. صبح شنبه از اداره مالیات نامه‌ای رسید که یک استرداد مالیات بر درآمد به مبلغ $60 در آن بود. این زوج در حالی که باز پرداخت مالیات بر درآمد فدرال را داشتند در انتظار چند صد دلار بودند، اما باز پرداخت مالیاتی احتمالی را فراموش کرده بودند. این مبلغ تا روز پرداخت حقوق خود خرج و مخارج آنها را تا حدودی پوشش می‌داد. یک فروشنده زن که خرج و مخارج چشمگیری داشت و میزان فروشش پایین آمده بود، تصمیم گرفته بود که برای افزایش برکت زندگیش به خداوند توسل کند و شروع کرد به تکرار این آیه: رزق و روزی ما را همین امروز به ما عطا کن. همه چیز ناگهان از این رو به آن رو شد. فروش او به حدی افزایش پیدا کرد که مازاد بر درآمد ماهیانه‌اش چک‌های کمیسیون هم اضافه شد. همسایه‌ها به نشانه احترام برای او طعام می‌پختند و در ظرفی زیبا برای او آوردند. یکی از دوستانش چندین دست لباس نو به او داد. برخی از مشتریان او برای قدردانی از خدماتش هدایایی گرانبها به او تقدیم می‌کردند. چندین و چند بار به خانه دوستانش برای صرف شام دعوت شد که از سپری شدن آن ایام لذت می‌برد. همان گونه که دعا کرده بود رزق و روزیش تامین شد. روزیش به شکل رضایت بخشی به عنوان ثمره برکت تکرار این آیه ظاهر شد. چگونگی مدیریت مالی. شایان ذکر است که اگر خداوند را مبدأ تمام برکت‌ها و دارایی‌های خود بدانید و برای تک تک امور مالی امیدتان به خدا باشد و هرچه بیشتر در این کار سرسخت باشید، مرحله به مرحله زندگی شما بیشتر محکم می‌شود. در زمان خودش اوضاع مالیتان بیشتر بر وفق مرادتان خواهد بود و تحت هیچ شرایطی با درماندگی مالی جدی روبرو نخواهید شد و به مائده‌های آسمانی نیازی نخواهید داشت. در مقابل همه چیز بهتر و بهتر می شود. به گونه‌ای که همیشه معجزه‌ای برای برآورده کردن نیازهای شما وجود دارد. مزمور خان در مزمور نخست یادآور شد که چه اتفاقی برای شما رخ خواهد داد وقتی که شما بدون وقفه به خداوند به عنوان مبدأ همه برکت‌ها بیندیشید. و اما رغبت او در شریعت پروردگار است و در شریعت او شبانه روز مراقبه می‌کند. او همانند درختی خواهد بود که در نهرهای آب کاشته شده است و در زمان مقرر میوه خواهد داد و برگ آن پژمرده نمی‌شود
و هر آنچه می‌کند نیک فرجام خواهد شد. اما بر ما واجب است که بدانیم تا مادامی که به درک مناسبی برای تولید جوهر هستی در جریان نهر بی‌پایان و ناگسسته نرسیم، بر ماست که برای رفع نیازهای مالی خود به منشأ همه توانگری‌ها، پدر توانگر آسمانی، توسل بجوییم. خب دیگه تایم به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو بگیرید و قلبتون رو مالامال از عشق و عدم نگرانی کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.